نفر آخر شدن خیلی راحته، فقیر بودن، تنبل بودن، بدبخت بودن خیلی راحته. اما تو به دنیا نیومدی که فقیر باشی، تو به دنیا نیومدی که بدبخت باشی، تو به دنیا نیومدی که ضعیف باشی. از هر لحظه برای خوشبختی و حرکت استفاده کن. اصلا مهم نیست که قبلا چه کسی بودی، از همین الان شروع کن و همه چیز رو تغییر بده. یادت باشه که هیچ کس غیر از خودت مسئول زندگیتون نیست، نه پدرت، نه مادرت، نه دولت و نه هیچ کس دیگه. اولین قدم برای تغییر پذیرفتن تمام مسئولیت زندگیتون. اگه بخوای منتظر کسی باشی هیچ وقت به جایی نمیرسی. وقتی حرکت میکنی نیروهای غیبی به کمکت میان، شرایط، آدما و اتفاقاتی که میتونن تو رو به هدفت برسونن به سراغت میان. البته اگر با ایمان حرکت کنی و منتظر کسی نباشی. اگر به این نوع پست ها علاقه داری، کانال ما رو دنبال کن. ما کلی از این پست ها داریم.